میخوایم از 20 بلاک 40 و 60 بلاک کلاج کنیم با آب و اسلایم. آب اسلایم آشونه. حالا تا ویدیوی بعدی هم ارتفاع رو هی بیشتر میکنه، هی دفعه بعدی این ستون رو میکنم 80 تایی. بعد آره دیگه هی هر ویدیو ادامه میدیم. بعدش این بار آب و اسلایمه چون خیلی آسونه 20 بلاکی و 40 بلاکی و 60 تایی رو میریم. از دفعه بعدی حالا یا یه دونه مثلا یا مثلا ویدیوی بعدی یا فقط 80 تایی یا فقط 80 تایی و 100 تایی اینطوری. خب اینجا نوشتم یکی اینجا بلاک اوله، اینجا ما کامنت بلاک بریم بالا که خب بهتر شه، راحت تر باشه. خب اینجا بلاک 20مه. من آب و اسلایم رو بیارم که بریم. خب جدیدن احساس میکنم شورت ویدیوامون داره خیلی طولانی میشه، دارم جدیدن سعی میکنم که کوتاه‌ترش کنم. خب یه مود اکشن استافم گذاشتم روش که بهتر شه، یه کیفیت بهتری بگیره. بذارید آب بره. خب کلاچ اولو کردم با آب، حالا بریم واسه بعدی. خب بریم از ارتفاع 40 بلاکی اشتباه رفتم 60 بلاکی، اشتباه شد. خب یه دقیقه من یه مشکلی واسم پیش اومد، داشتم یه غذا میخورم. خب الان اومدم. خب بریم از ارتفاع 40 بلاکی. خب این بار با اسلایم تونستیم. خب از ارتفاع 60 بلاکی هم بریم. بار بعدی این تا 80 میره، بعد این ستونه میره بالاتر دیگه. خب این بار با اسلایم با آب بریم. نه با خب بذار ببینم کدوم اونوری باید بیفتیم. من یه بار اشتباهی رفتم اونوری افتادم دیگه، اون موقع ویدیو نگرفتم. بریم. خب 60 بلاکی هم با آب تونستم برم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تو ویدیوهای بعدی این ستون و ارتفاعشو بیشتر میکنیم.